سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 مارت تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در تاجیکستان خانه یک متهم اساسی در حمله تروریستی مسکو را مهر زدند. مامورخان از نام خلق تاجیک به نزد بنای کراکوس سیتی خال 2 ماشین گل برد. سرتراش خوب بود. محمد صابر فیضوف کیست؟ نه زنگ میزد نه پول میفرستاد. گوش سید اکرم را کی و برای چی برید؟ در دوشنبه یک جوان زن شوهرش را با یک ضرب کرد کشته است. و اکنون تفصیلات خبرها. مقامات تاجیکستان به در خانه فریدون شمس‌الدین، یک متهم اساسی به حمله خونین شام 22 مارت در کنار مسکو مهر زدند. در این باره روز 26 مارت سال 2024 خبرنگار خبرگزاری روسی ریا نووستی در پی بازدیدش از محل زیست فریدون شمس‌الدین در دهه لایوب در دره الموسی در کنار شهر ایسور خبر داد. زن همسایه به ژورنالیستان گفته است که اهل این اویله را یک روز پیش آدمان لباس مخصوص در تن به دوشنبه بردند. بنا به گزارش خبرنگار ریا نووستی روز 26 مارت در نزد خانه بظاهر خاکسارانه و سمبلوک ساخته شده فریدون شمس‌الدین یک کارمند میلیسا نوبداری میکرد و او به ژورنالیست بدون اجازه مقامات تفتیشاتی گرفتن ویدیو یا عکس خانه را منع کرده است. منبع ریا نووستی در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که فریدون شمس‌الدین نیم سال پیش به روسیه به مردکاری رفته بود. قبلا او در شهر ایسور در یک نانوای خانه نانوای بود. زن همسایه به ژورنالیست ریا نووستی همچنین نقل کرده است که زن فریدون میگفت که او به روسیه به مردکاری رفته است و دائم از آنجا پول میفرستد. مقامات روسیه بنا به اطلاع دریافتی فریدون شمس‌الدین را سرکرده دسته میشمارند که شام 22 مارت پیش از کنسرت گروه موسیقی راک پیکنیک به تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی خال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو حمله کرد. در نتیجه آن حمله 139 نفر کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال خبرگزاری دیگر روسی رسیه سیودنیا با تکیه به منبعش در ساختارهای قدرتی تاجیکستان خبر داد که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تحقیق مستقلانه حمله کراسنogorsk را آغاز کرده است و مقامات امنیتی تمام رابطه‌های احتمالی حملگران در داخل تاجیکستان را جستجو دارند و خویش و تبار آنها را تحت بازجویی موشکافانه قرار دادند. بر علاوه مقامات محلی اهل خانواده و اطرافیان تروریست‌ها را در مورد پنهان نکردن هر گونه معلومات هشدار دادند. خبر داده است رسیه سیودنیا با این وجود روز 26 مارت به ژورنالیستان تاجیک میسر شد که با مادر و همسر 2 تن از متهمان اساسی در حمله کراسنogorsk صحبت کنند. منبع ریا نووستی در ساختارهای قدرتی تاجیکستان خبر داده است که در دوشنبه چاره‌بینی‌های تفتیشاتی با خویش و تبار متهمان حمله کراسنogorsk جریان دارد و رفت تفتیشات را به واسطه خود پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان زیر نظارت خود گرفته است. به گفته همسوبتان این خبرگزاری همه متهمان در گرد و اطراف دوشنبه در شهرهای وحدت، حصار و نویه رودکی زندگی میکردند. یک روز پیش خبر آمده بود که مفتشان روسیه به تاجیکستان آمدند و لکه روز سه‌شنبه 26 مارت بازپرسی خویشاوندان نزدیک 4 متهم اساسی در حمله خونین کراسنogorsk را شروع کردند. به گفته منابع خبرگزاری ریترز مقامات قدرتی تاجیکستان خویشاوندان متهمان را از شهرهای وحدت و حصار و همچنین از نویه رودکی به پایتخت شهر دوشنبه آوردند. سرچشمه‌های ریترز نیز گفتند جریان تفتیشات از جانب تاجیکستان را شخصا پرزیدنت امامعلی رحمان تحت نظارت خود گرفته است. مادر محمد صابر فیضوف در گذشته سرتراش و حالا یکی از گمانبران به حمله مرگبار در کراکوس سیتی خال مسکو میگوید به اتهام اعلان شده به ضد پسرش در روسیه باور ندارد. دادگاه بسمانی شهر مسکو روز 24 مارت فیضوف را با اتهام حمله تروریستی تا 22 می به حبس گرفت. مادر او سایران فیضوف روز 26 مارت در خانه‌اش در جماعت سرکشته نویه رودکی گفت هیچ باورش نمی‌آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است. بچه شوخ بود، در اویله بچه بهترین بود، به حد دلسوز بود، جیانوهایش را دوست می داشت، همراه با بچه در معرکه و رقص می کرد. خانواده ما اهل کتاب هستند. بچه شوخ بود، در مکتب کسی از او شکایت نداشت، در چاره‌بینی‌های مکتب فعالانه اشتراک می کرد
نقل کرد و خانم فیضووا در گذشته در مکتب باعث کتابدار کار کرده است. حالا نفقه خور است. او میگوید مقامات تاجیکستان یک پسر دیگرش را به بازپرسی برده هنوز جواب ندادند. شوهرش در ایوانوو روسیه است ولی 3 روز باز در تماس نیست. مقامات تلفن‌های ما را گرفتند. امکان گپ زدن نداریم، گفت سایرام فیضووا. محمد صابر فیضوف در شبکه اجتماعی فکنتاکت روسی صحیفه دارد. او از روی عکس و نوارهایی که در آنجا میگذاشت ظاهرا یک جوان شاد و کارگر خوب به نظر می رسد. در بعضی عکس‌ها با ریش و در برخی دیگر بدون ریش تصویر یافته است. از میان عکس و نوارهای گذاشته او در شبکه اجتماعی صحنه‌های از کارش با مشتری‌های روس، ماشین سواری و نوارهای کوتاه با موسیقی دیده می شود. مادرش می گوید محمد صابر فیضوف و اعضای دیگر خانواده می خواستند مشکل اقتصادی عائله را حل کنند و بنابراین او به روسیه رفته است. در حولی 4 عائله زندگی می کنیم. من و 3 کلینم. می خواستم یگان زمین گیریم. یک پسر برادرش در خطای می خواند. می گفت به همانجا رفته تحصیل می کند. پدرش گفت که پولت را جمع کن، دستگیری می کنیم، به تحصیل ادامه ده. هوس داشت که زبانهای خارجی آموزد. به نظارت نبود. هر پولی که می گرفت به پدرش می فرستاد. به اجازت پدرش حتی تلفن نمی خرید. علاوه کرد سایرام فیضووا. محمد صابر فیضوف 19 ساله را روز 23 مارت امسال در روسیه دستگیر کرده به تالار دادگاه نویه بسمانی با اروبچه و لباس طبی آوردند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسیش در آنجا گذشت. وی به سوال اول مفتشان که با یاری ترجمان صورت گرفت با سوال من چیکار کردم پاسخ داد. بنا به اطلاع نشر شده هنگام عملیات بازداشت گویا مقاومت کرده یک چشمش سخت آسیب دیده است. در سر و رویش آسیب ضربه نمودار بود. فیضووا و همراهانش را به حمله متهم میکنند که 139 کشته و تقریبا 200 زخمی به جا گذاشت و مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. سایرام فیضووا میگوید پسرش شخص مذهبی نبود، نماز را هم ساز نمیخواند. خانم فیضووا لحظه از شرایط بازداشت پسرش را در روسیه نمیداند ولی به این باور است که او از آزار دادن یک چمچوق میترسید و احتمال کسی او را به دام خود انداخته است. در پاسخ به این سوال که بار آخر کی با پسرش گپ زده بود، سایرام فیضووا گفت یک روز پیش از حادثه صحبت کردیم. سحر و بیگاه گپ زده بودیم. فقط میگفت که آچه من خوبم، احوالپرسی میکرد، تمام. از روی واکنش های اولین کاردینده‌اش در کاشانه اوسنیو باربرشاپ مای استایل در ولایت ایوانوو محمد صابر فیضوف یک استاد خوب بود و بسیار مشتری ها به خاطر او می اومدند و وقتی از کار رفت مشتری ها هم با امین رفتند. مادرش میگوید از معاشش اونقدر راضی نبود، کم است. میگفت از آنجا برآمد و گفت که به سنت پتربورگ به میوه فروشی می رود. تلگرام کانال 112 که به خدمات مخصوص روسیه نزدیک است گفته است فیضوف نظر به گمانبران دیگر زبان روسی را خوب میدانست. در شبکه اجتماعی فکنتاکت دیدن ممکن است که محمد صابر فیضوف با شوین صفازاده یک جوان دیگر که خادمان حفظ حقوق روسیه نام او را در قطار گمانبران نامبر کردند دوست می باشد. خواهش میکنم جوانش رو به نظر گرفته به وطن بیارند. وی از نوفهمی این کار رو کرده است. از روی او تمام خویش و تبار همسایه ها عذاب کشیده ایستادیم، زیغ شدیم. میگوید سایرام فیضووا مادر محمد صابر فیضوف. حمله به کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو شب 22 مارت روی داد. به اطلاع مقامات روسیه در این حادثه 139 نفر کشته و تقریبا 200 کس زخمی شدند. کمیته تفتیشاتی روسیه تا کنون درباره بازداشت 11 کس گزارش داده است. دادگاه بسمانی شهر مسکو روزهای 24، 25 و 26 مارت 8 نفر را تا آخر ماه مای امسال به حبس پیشکی گرفت. 7 نفر آنها زاده تاجیکستانند و 1 نفر از قرقیزستان. سید اکرم رجب علی زاده یکی از گمانبران حمله به کراکوس سیتی هال که هنگام بازداشت یک گوشش رو بریدند از شهر وحدت بوده است. این جوان 30 سال دارد و به گفته همسرش بیبی سارا اشوروا در اول ماه ینور امسال به روسیه رفته. در تقریبا 3 ماه آخر یگان بار نه زنگ زد، نه سراغ کرد و نه پول فرستاد. میگویند یک دفعه به برادر کلونیش زنگ زده گفته صحت و سلامت است، جای کارش موج ندارد. وقتی جای درست رو یافت زنگ میزند. ما فرزند داشتیم، سال گذشته وفات کرده بود. نقل کرد او روز 26 مارت به خبرنگار رادیوی آزادی. این در حالی است که منابع امنیتی ترکیه به نشریه هویت این کشور گفتند سید اکرم رجب علی زاده 5 ینور امسال وارد استانبول شد و 2 مارت یکجا با فریدون شمس‌الدین گمانبر دیگری حمله به کراکوس سیتی به روسیه رفت.
فریدون شمسدین هنگام بازپرسی روز 23 مارت تصدیق کرد که از ترکیه به روسیه گذشت، ولی سبب آن را عبور سرحد و تمدید مهلت بود و باش نامید. این هم معلوم نیست که آیا آنها در ترکیه با کسی ملاقات کردند یا نه. هرچند مقامات ترکیه گفتند گمان میکنند که بود و باش این افراد در کشورشان سبب گرایش آنها بدوی شده باشد. مقامات تاجیکستان تا هنوز به این قضیه روشنی نانداختند. خبرنگار رادیوی آزادی بار اول روز 25 مارت به خانه سید اکرم رجبالی زاده به شهر وحدت رفتند. آن زمان در خانه کسی نبود. پس از حمله به مرکز کراکوس سیتی خال، مقامات قدرتی مادر، برادر، همسر و دو اکای سید اکرم رجبالی زاده را به دوشنبه برده تنها بعد بازپرسی رها کردند. پدرش سال 2006 وفات کرده است. ما را به مقامات قدرتی شهر وحدت و سپس شهر دوشنبه بردند و پرسیدند. گفت بی سارو اشورova، همسر سید اکرم رجبالی زاده، روز 26 مارت. سید اکرم رجبالی زاده تا زمانی به روسیه رفتن در کارخانه میبل سازی در شهر وحدت کار میکرد. همسرش میگوید او کوشش داشت که یک ماشین اوپل خریده در همین جا بماند و کارش را ادامه دهد. همجگان و نزدیکانشان گفتند رجبالی زاده نماز میخواند، اما در یگان جا تعلیم دینی نگرفته بود. بی سارو اشورova میگوید مکتب میانه را تا صنف 9 خوانده است. دیگر در یگان جا تحصیل نکرده بود. گاه نماز میخواند، گاه نمیخواند. در ماه دکبر سال 2017 اویله‌دار شده. سال 2018 به روسیه رفت. 10 ماه در آنجا ایستاد. آخر سال 2018 او را از روسیه راندند و او به تاجیکستان برگشت و دیگر نتوانست 5 سال به روسیه برگردد. میگوید همسرش رجبالی زاده 30 ساله را روز 24 مارت با قرار دادگاه نویای بسمانی شهر مسکو برای 2 ماه به حبس گرفتند. پیش از این در شبکه‌های نزدیک به مقامات قدرتی روسیه نوار شکنجه او پخش شد. در ویدیو دیده می شود که گوش این شهروند تاجیکستان را بریده به دهانش گذاشته مجبور کردند که آن را فرو برد. ما از بازداشت او درک نداشتیم. روز یکشنبه مقامات این خبر را به ما رسانیدند. این پسته و نباشد. شوهر من از کجا به آنجا می رود؟ شوهر من مرغ کشتن نمی تواند. اگر یگان گناه می کرد می دیدم. ما 7 سال زندگی یک جای داریم. گفت بی سارو اشورova. سید اکرم رجبالی زاده، دلیرجو میرزایف، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف را روز 24 مارت به حمله تروریستی در نزدیکی مسکو متهم کردند. حمله شام 22 مارت صورت گرفت. دادگاه نویای بسمان روز 25 مارت نام 3 نفر دیگر را در پیوند به حادثه کراکوس سیتی خال اعلام کرد. از آنها امینجان اسماعیلوف، دلاور اسماعیلوف و اسرائیل اسماعیلوف نام بردند. روز 26 مارت در دادگاه بسمانی مسکو علیشیر قاسموف را از قرقیزستان نیز با اتهام دست داشتن در حمله تروریستی به حبس گرفتند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مأمورخان علیموف، یک جوان زاده تاجیکستان، روز 26 مارت سال 2024 به نزد لوحه یادگاری در نزد تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی خال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو 2 ماشین گل برده. این همه گل را با چنین یک نوشتجات به یاد قربانیان حمله خونین شام 22 مارت در این تالار بخشیده است. خلق تاجیک به دهشت افتاده همراه شما غرق اندوه شده است. اظهار همدردی صمیمانه ما را بپذیرید. درباره این اقدام شرافتمندانه جوان تاجیک رسانه‌های زیادی روسیه خبر دادند. خبرگزاری ریا نووستی درباره این حتی گزارش ویدیویی تهیه کرد. در مصاحبه با ریا نووستی مأمورخان علیموف گفت که او میخواست تمام انبار گل‌های مغازه‌اش را به اینجا برد. آنهایی که این کار را کردند آنها انسان نیستند. از این رو برای این 4 نفر نباید تمام خلق تاجیک را نادرست قضاوت کنید. مردم تاجیک امروی مردم روسیه غرق اندوه است، چون که آنچه که رخ داد کاری خیلی غم انگیز و دهشتبار بود. من همچون شهروند روسیه که در تاجیکستان به دنیا آمدم به نزدیکان و خانواده های کشته شدگان اظهار همدردی عمیق بیان میکنم. اظهار داشت مأمورخان علیموف. مأمورخان علیموف در مسکو مغازه گل فروشی داشته است. بنا به اطلاع نهادهای اندوز پایتخت روسیه، علیموف مأمورخان 20 فوریه سال 2021 همچون صاحبکار انفرادی در نهاد اندوز نویه خروشوف و منیونیکی در حوزه مأموری شمال غربی شهر مسکو ثبت نام شده است. لوحه یادگاری که در پهلوی بنای کراکوس سیتی خال روز 23 مارت پیدا شد، یعنی همگی یک روز بعد
حمله تروریستی در این بنا که بنا به آخرین خبرها باعث مرگ 139 نفر شد، مردم اینک چند روز باز بیز به اینجا گل و گلچنبر و بازیچه آورده میگذارند و به یاد قربانیان حمله شام 22 مارت شمع روشن میکنند. در ایستگاه مترو اختیارا نوبداری کرده به مردم را به طرف لوحه یادگاری را نشان میدهند. رسانه‌ها در روزهای آخر درباره کارنمایی‌های مردم از جمله مهاجران در زمان حمله مسلحانه شام 22 مارت خبر میدهند. از جمله دوستان اسلام خلیلوف، نام نورس 15 ساله از قرقیزستان، ورد زبان است. این نورس در گردروب یا نقطه لباسپوشی کراکو سیتی خال کار میکرد. هنگام حمله تقریبا 100 نفر را نجات داد. آوازخوان شناخته روسیه مارگنشترن از این رفتار نفرس قرقیز چنان به وجد آمد که برایش 1 میلیون روبل توفه کرده است. روز 27 مارت تلگرام کانال باز درباره کارنمایی بنفشو ارکینوف، یک نورس 17 ساله از شهر کونیبودوم تاجیکستان خبر داد که شام 22 مارت بعد بنا را ترک کردن همکارانش در جای کار با یک مرد در آن حمله مجروح شده ایستاد. بنفشو تازه باعث پیشخدمت در مهمانخانه اکواریوم که در بنای کراکو سیتی خال جوگیر شده است به کار در آمده بود که این حمله تروریستی رخ داد. تالار کنسرت‌های کراکو سیتی خال به میلیاردر اوزرتبار اورز اغلاروف تعلق داشته تا 7300 تماشابین را می‌گنجاند. بر اثر حمله و سوختار شام 22 مارت بنا ضرر جدی دیده با مشورو رفت. امین اغلاروف، آوازخوان شناخته و فرزند اورز اغلاروف، گفته است که آنها میخواهند تالار کنسرت ها را برقرار کنند. در کراکو سیتی خال همچنین میخواهند به یاد قربانان حمله شام 22 مارت سال 2024 یک لوحه یادگاری بسازند. مرکز مطبوعات وزارت کالای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک مناقشه خونین اویلوی که متاسفانه با کشتار انجام یافت خبر داد. به فرق از دفعه‌های قبلی که اساساً زنان قربان شوهران بجهلشان می شدند، این دفعه زن شوهرش را با یک ضرب کارد به قفس سینه‌اش کشته است. بنا به اطلاع وزارت کالای داخلی، ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، زن 34 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. بر اساس فرضیه مقامات، گمان بر شونده شب 22 و 23 مارت سال 2024 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه در خانه استقامتیشان با شوهرش جنگ و جنجال کرده با کارد در دستش بوده شوهر 38 ساله‌اش را یک مرتبه به طرف چپ قفس سینه‌اش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر این حادثه در دست نیست. معلوم نیست که آیا چه باعث مناقشه مرگبار بین زن و شوهر شده است و آیا چه زن را به سخن یا رفتار شوهر زن را وادار کرده است که به دست کار بگیرد و به قفس شوهرش بزند و آن هم در ماه شریف رمضان. وزارت کالای داخلی گفت اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به جوانزن برای آدمکشی از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند، ولی معمولا دادگاه‌ها هنگام صدور حکمشان در حالت هیجان قرار داشتن افراد متهم به آدمکشی را نیز به حساب میگیرند. مرکز مطبوعات وزارت کالای داخلی تاجیکستان خبر داد که اخیراً در دو صدمه مرگاور در حصار و ترسانزاده 2 نفر از جمله یک کودک 9 ساله و یک 10 مرده جان باختند. بنا به گزارش وزارت کالای داخلی، صحنه 24 مارت سال 2024 تخمین ساعت 16:20 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کامری عارفوف منصور جان سال تولدش 1990 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در روی ماشینگرد دهه غیرت آباد جماعت دیوت سامان قاعده های حرکت راه را رعایت نکرده پیادهگرد نابالغ ویسوف سعد نور محمدویچ سال تولدش 2015 ساکن همین شهر را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ جراحات وزنی جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه جان داده است. به این مانند صحنه 23 مارت سال 2024 تخمین ساعت 23:00 دقیقه راننده افت تمغه تویوتا عثمانزاده حسن سال تولدش 1994 ساکن شهر ترسانزاده هنگام حرکت کردن از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسانزاده در حدود جماعت دهات سه‌شنبه شهر مذکور در کیلومتر 59 قاعده های حرکت راه را رعایت نکرده 10 مرده یا پودمان رحیموف توش مراد سال تولدش 1987 ساکن شهر ترسانزاده را با 37 سرچاروای معده پخش نموده است. در نتیجه رحیموف جراحات های وزنی جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است.
وزارت کارهای داخله گفت تحقیق این حادثه ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کسی دیگر مجروح شدند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای تاجیکستان 416 نفر جان باخته، 1197 نفر جراحت برداشته بودند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.